تو 10 دی‌ماه سال 1972 جنازه بدون سر یه پسر بچه توی اطراف تهران توی یه محله به اسم شترخان پیدا میشه. سردار تیمورخان مفتش که مأمور اصلی این پرونده بوده دستور میده کل چاه‌ها و بیابونای اطراف تهران رو بگردن و طی تحقیقاتشون جسد 7 پسر بچه دیگر رو پیدا میکنن. چون متوجه میشن که قتل هر 8 جنازه تقریبا به یه صورت بوده و به 8 نفرشون تجاوز شده. حدود 2 هفته میگذره و یکی از مأمورا که حین گشتن اون منطقه بوده به یه بامیه فروش شک میکنه. میره جلو بازجوییش میکنه و وقتی که جیبشو میگرده میبینه یه چاقوی خونی توی جیبش هست و وقتی که راجع به چاقوی خونی ازش میپرسن میگه من این لباسو بازار خریدم و هیچ اطلاعاتی راجع به اون چاقو ندارم. اون پلیس بیشتر بهش شک میکنه و اونو با خودش به اداره پلیس میبره. چند ساعت اول بازجویی کاملا اقرار میکنه و میگه که من هیچ نقشی توی این قتل ندارم، ولی بعد از چند ساعت شروع میکنه به اعتراف کردن. مظنونی که دستگیری کردن یه مرد 40 ساله است به اسم علیاصغر بروجردی. سال 1372 توی بروجرد به دنیا آمد. پدرش حین یکی از راهزنی‌ها و دزدی‌هاش به قتل میرسه و مادرش توی 7 سالگی علیاصغر تصمیم میگیره دست 3 بچه‌شو بگیره و به بهونه زیارت به عراق نقل مکان کنه. توی شهر بغداد شروع میکنن به زندگی کردن. داداش بزرگتر علیاصغر یه دونه دکه اجاره میکنه و شروع میکنه به کار کردن. علیاصغر توی کارهای دکه به داداشش کمک میکنه و حدود 6-7 سال میگذره. توی 14 سالگیش متوجه میل جنسیش به پسر بچه ها میشه و سعی میکنه با شکلاتی پفکی چیزی اونا رو گول بزنه و برای یه جای خلوت که بتونه بهشون تجاوز کنه که موفق هم میشه. شروع میکنه به تجاوز کردن به پسر بچه ها. این بین پدر مادر 3-4 تا از این بچه ها ازش شکایت میکنن. یه چند روزی میفته زندان، ولی چون اون موقع 14-15 سال بیشتر نداشته بعد از چند روز آزاد میشه. بعد از آزادیش دوباره همین کاراشو ادامه میده و طی شکایت چند نفر از والدین همین پسرا دوباره دستگیر میشه و به 9 سال حبس محکوم میشه. از 17 سالگی تا 28 سالگیشو توی زندان میگذرونه. بعد از اینکه آزاد میشه میاد پیش مادرش و برادرش میگه که لطفاً واسم زن بگیرین. مامان و داداشم میگن میتونی به پسر رو تجاوز کنی، نمیتونی واسه خودت زن بگیری. بعد از این موضوع تصمیم میگیره کلا دیگه به زنا فکر نکنه و کلا میره سمت پسر بچه ها. اولین قربانیش بعد از آزادیش میشه یه پسر بچه به اسم حسن که توی مکانیک کار میکرده. موفق میشه حسن رو گول بزنه ببره یه جای خلوت و با 5 نفر از رفیقاش بهش تجاوز میکنه که دوباره گیر میافته و 2 سال دیگه میره زندان. توی 29 سالگی وقتی از زندان آزاد میشه ولی هنوز تحت مراقبت پلیس بوده عصبانی میشه و تصمیم میگیره این بار بعد از تجاوز پسر بچه ها رو بکشه که کسی نباشه اونا رو لو بده و دوباره بخواد بیفته زندان. حین انجام یکی از قتلاش یه پسر بچه دیگه که احتمالاً داشته دنبال رفیقش میگشته اونو میبینه و وقتی که میفته دنبالش هر کاری میکنه نمیتونه اون پسر بچه رو بگیره و از دستش فرار میکنه. همونجا تصمیم میگیره فرار کنه و بیاد ایران چون مطمئن بوده قرار دوباره گیر بیفته. تصمیم میگیره حدود 1 ماه پیاده روی کنه و میره به بروجرد. اونجا میره خونه خالش. حدود 1-2 هفته خونه خالش میمونه. بعد از اینکه گوشواره خالش رو میدزده میره سمت بازار که اونو بفروشه ولی دستگیر میشه که بعد از حدود 2-3 روز با رضایت پسر خالش آزاد میشه. خب الان سال 1312 است و اصغر قاتل تصمیم میگیره بیاد تهران. توی تهران هم شروع میکنه به گول زدن بچه ها با بامیه فروختن و تنقلات فروختن. بعد از 7مین قتلش دستگیر میشه و اونو میبرن به زندان قصر رضاخان. و وقتی که دادگاه واسش تشکیل میشه قاضی ازش میپرسه میدونستی جواب این کارات اعدامه؟ میگه که من همیشه آرزو داشتم که خودمو بالا ببینم و مردمو پایین. وقتی که تناب دار بندازین دور گردنم من به آرزوم میرسم. یه قاتل چقدر میتونه واقعا
پررو باشه. داستان اصغر قاتل انقدر توی کشور میترکه که حتی به دستور رضاخان اونو میارن توی قصر که رضاخان از نزدیک این قاتل وحشی رو ببینه. وقتی رضاخان ازش میپرسه چرا این کارا رو کردی، میگه من یه مشت آشغال به درد نخور رو کشتم که اصلا به درد این دنیا نمیخوردن و مخالف حکومتم بودن. در نهایت اصغر قاتل به 33 قتل محکوم میشه و حدود 3 ماه بعد اونو در ملأ عام اعدام میکنن.